سلام و وقت بخیر. محمد اشرف غنی رئیس جمهور کشور میگوید به دلیل پالیسی‌های اشتباه پاکستان تجارت با آن کشور از 3 میلیارد و 1 میلیارد کاهش یافته است و افزوده است که برعکس تجارت با کشورهای دیگر جهانی افزایش یافته است. عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی میگوید توافقنامه دوحه میان آمریکا و طالبان استوار بر شرط است و گروه طالبان بر وعده‌هایشان عملی نکردند و افزوده است طالبان باید خشونت‌ها را کاهش دهند و از حملات دست بکشند. هزاران تن از باشندگان ولایت خوست در حمایت از نظام تجمع کردند. آنان تاکید کردند که کشورهای همسایه از مداخلت در افغانستان دست بردار شوند و از پروسه صلح حمایت کنند. کار ساخت جاده پانتون لغمان تمام و به بهره برداری سپرده شد. وزارت فواید عامه میگوید این جاده 5 کیلومتر طول دارد و 317 میلیون افغانی بالای آن هزینه آمده است. و در نتیجه حمله طالبان بر بند دهنه دره فاریاب 2 سرباز شهید و 1 تن مجروح شدند. نظام خپلواک سخنگوی اداره ملی تنظیم آب کشور میگوید این حمله شب گذشته صورت گرفته.